سلام، این هفته میخوایم یکی از آثار ولایت وود یا سینمای ولایی رو زیر ذره‌بین آفساید ببریم. فیلم نفوذی، یک فیلم تحسین شده برنده چندین جایزه سیمرغ بلورین در جشنواره فجر و فیلمی که از نظر منتقدان حکومتی بسیار رئال، مستند و باورپذیر شناخته شده. ادعا کردند که این فیلم بر اساس خاطرات یک اسیر جنگی ساخته شده. از اونجایی که هنوز برخی مدعیان امروز به دروغ‌های این فیلم استناد می‌کنند، نگاهی به این فیلم میندازیم تا ببینیم چقدر مستنده، چون مشت نمونه خرواره. فیلم ماجرای یک اسیر برگشته از عراق رو دنبال میکنه که در بدو ورود به ایران دستگیر میشه و زیر بازجویی میره. آقای کیافر؟ چرا؟ چون توی عراق که بوده به مجاهدین پیوسته و ابهاماتی پیرامونش وجود داره که نهایتاً معلوم میشه به عنوان نفوذی رفته بوده توی مجاهدین. بنابراین داستان اصلی فیلم فلاشبک هایی است که به شکل خاطرات در جریان بازجویی ها رو میشه. اون روز کم مونده بود فریدون به خاطر ما کشته بشه. بعدش هممون انداختن توی انفرادی. هرچند که توی خود فیلم هیچ جا اشاره‌ای نمی‌کنه که فلاشبک ها دقیقاً به چه سالی مربوط میشه، اما در تاریخ ثبت شده که آخرین اسرای جنگی که به ارتش آزادی بخش و مجاهدین پیوستند در سال 1368 بوده و بعد از اون هم از 26 مرداد 1369 دیگه تبادل اسرای جنگی بین ایران و عراق شروع شد و تا قبل از جنگ کویت اساس اسرای جنگی دو طرف به کشورشون بازگشتند. بنابراین از اونجایی که خاطرات شخصیت اصلی فیلم از اردوگاه اسرا مال قبل از ورودش به مجاهدینه، این وقایع اگر بخواد یک پایی در واقعیت داشته باشه به لحاظ تاریخی میتونه حداکثر مربوط به سال 1368 باشه. منافقا هر 6 ماه یه بار می اومدن و میتینگ میدادن. قصدشون این بود که از افراد بریده عضوگیری کنن. خب حالا بریم ببینیم که کارگردان چقدر مستند این صحنه ها رو بازسازی کرده. برای مثال در این سکانس میبینیم که مثلا عراقی ها دارن برای اسرا فیلم های اشرف رو نشون میدن. نرزن نگاه میکنم توفه رو دیگه. اما وقتی روی فیلم ها ریز میشیم میبینیم که فیلم مربوط به مراسم 19 بهمن سال 1385 در اشرفه. یعنی توی اردوگاه دارن فیلم های 20 سال بعد رو به اسرا نشون میدن. ظاهرا کارگردان گفته یه چیزی از اشرف پخش کنید، گفتن بیا این فیلم آخرین مراسمشون، اونم گفته پخش کن. مگه مخاطب این فیلم کیه؟ ادعاشون این بود که اونا رو به کشورهای اروپایی میفرستن تا از وضع بد اردوگاه نجات پیدا کنن. سوتی بعدی مال صحنه مضحکیه که مثلا نماینده مجاهدین اومده توی اردوگاه عراقی‌ها سخنرانی کنه تا اسرا رو جذب کنه. این صحنه هم خیلی مستند و دقیق بازسازی شده که رژیم اجازه نداده بتوانید اصالتون رو حس کنید. اما پرچم ایرانی که پشت سرشون قرار گرفته دارای شیر و خورشیده. هر کی یک قرون تاریخ مجاهدین رو مطالعه کرده باشه میدونه که شیر و خورشید از سال 1372 بعد از اینکه در جلسه شورای ملی مقاومت تصویب شد در وسط پرچم ایران قرار گرفت و قبلش پرچم ایران در ارتش آزادی بخش فقط سبز و سفید و سرخ بود و آرمی وسطش نبود. ولی به نظر میرسه که کارگردان حکومتی در بازسازی این صحنه ها کاری به جزئیات نداشته. هر چی دم دستش می اومده رو مینداخته توی صحنه. مثلا در این عکس که روی دیوار اردوگاه نصب شده نوشته سال روز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت مبارک باد. آخه تو سال 68 توی اردوگاه عراقی ها این پوستر رو از کجا گیر آوردی؟ مریم رجوی تازه سال 1372 به این سمت انتخاب شد. بعد تو داری سال روزش رو تبریک میگی؟ بعد برای اینکه ثابت کنی که فیلمش خیلی رئاله، مزدور نفوذی با یه شعار دستساز ولایت وارد مجاهدین میشه. سلام بر ایران، زنده باد سازمان. سلام بر ایران، زنده باد سازمان. یعنی همینقدر زق و چسبونکی.
قشنگ معلومه که تهیه کنندگان اطلاعات که پشت این فیلم بودن اصلا کاری به واقعیت نداشتن. فقط تلاششون این بوده که به هر ترتیبی که میشه مجاهدین رو به عنوان شخصیت منفی داستان جا بندازن. دیگه در این راستا هر کاری که به مخ خودشون میرسیده رو به مجاهدین نسبت میدن. چشم کور میکنن، تو حلق طرف سرب داغ میریزن، طوری که آخرش که مزدور نفوذی میاد توی آسایشگاه مجاهدین همه رو به رگبار میبنده، نه تنها بیننده دلش نسوزه بلکه نفوذی تبدیل بشه به یک ابرسرباز ولایی. یکی دیگه از صحنه‌های تخیلی که در این فیلم بازسازی شده و به مجاهدین نسبت داده شده، صحنه فجیع زنده به گور کردن اکراده. صحنه‌ای که فقط از عقل مأموران اطلاعات در میاد که با این جزئیات اجرا بشه. کارگردان اطلاعاتی امر داشته که در همه صحنه‌ها زنان به اصطلاح مجاهد رو با روسری قرمز نشون بده، چون هدفش این بوده که هر طور شده این نماد رو تخریب کنه. کاری هم نداشته که در عالم واقع این فرم فقط در مراسم و جلسات رسمی استفاده میشه. همینجوری گفته الان یک زن با روسری قرمز درست کنیم که داره یه بچه رو پرت میکنه، دیگه همه باور میکنند. یعنی توهین به شعور مخاطب توی جای جای این فیلم موج میزنه. هرچند که واضحه که هیچ مخاطب با شعوری پای این فیلم نخواهد نشست. حالا جالبتر از اون اینه که این صحنه رو برای این فیلم درست کردن، عکس‌هاش هم بعد از پخش فیلم توی سایت‌های مختلف مثل این درد شده. نگاه کنید، نوشته عکس‌های دیدنی از فیلم نفوذی. بعد چند تا عکس گذاشته. این عکس هم مال اون صحنه است. یه عکس دیگه هم از اون صحنه اینجا وجود داره. حالا سوتی بزرگتر از تمام سوتی‌های فیلم اینه که ماشین دروغ پردازی رژیم این عکس رو به عنوان سندی علیه مجاهدین در فضای مجازی نشر دادن. خبرگزاری سپاه یا همون فارس و بخش خبری 23 که به دروغ پردازی معروف هستند اومدن سال 91 این عکس رو تحت عنوان تصویر جنجالی کردکشی مجاهدین منتشر کردند. بعد از اون دیگه انواع و اقسام سایت‌های زنجیره‌ای حکومتی از اون روز تا الان دارن این عکس رو بازنشر می‌کنند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس یا همون تصنیم، باشگاه خبرنگاران جوان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سند دلخراش از جنایت منافقین. تازه این ستاد حقوق بشرشونه. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری آنا، جوان آنلاین، بعضن هم با عناوین پرتمطراق، جنایاتی که از یاد کردستان نخواهد رفت. یا این یکی مال خبرگزاری صدا و سیماست، نماد جلاد بودن گروهک تروریستی، تصویری تکان دهنده از جنایات مجاهدین. سرتون رو درد نیارم، تو همه سایت هاشون، شبکه‌های اجتماعی، توییتر، کانال‌های تلگرامیشون، اونم با جملات دراماتیک، بچه بیچاره را به گودال میاندازند که زنده به گور شود. ملاحظه میکنید که خودشون صحنه سازی میکنن، خودشون عکس میگیرن، بعد میخوان به اسم سند جنایت مجاهدین به ثبت بدن. حالا خبرگزاری فارس که فهمید چه سوتی داده، بی صدا این عکس رو بعداً حذف میکنه. در وبلاگ یک بسیجی در سال 91 میخونیم که مدتی پیش تصویری در برنامه وبگردی 23 به نمایش گذاشته شد و در پی آن گفتند جدیداً تصویری از زنده به گور کردن یک کودک توسط یک زن مجاهد خلق در فضای نت منتشر شده که اعتراضات فراوانی را در پی داشته است. لازم به ذکر است که خبر این عکس اولین بار توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، ولی پس از مدت کوتاهی به صورت کاملا بی صدا حذف شد، چرا که خودشان هم فهمیدند این خبر اشتباه است. حالا این زنی که توی این عکس دیده میشه در واقع کیه؟ این زن یک بازیگر سینمای ولایی به اسم مریم نیکرفتاره، کسی که اسمش در انتهای فیلم هم به عنوان بازیگر نقش منافق اومده. در طول فیلم هم در همه صحنه‌هایی که میخواد زنان به اصطلاح مجاهد رو نشون بده این بازیگر حضور داره
به جای این اراجیف این فرما رو پر کنید. چشم. بریم. اینم عکسای دیگه‌ش هست که توی فیلم‌های دیگه هم نقش بازی کرده. البته این بازیگر بویی از شرافت نبرده که مثلا یک جا بیاد حداقل اعلام کنه و بگه که این عکس منه. شاید هم بعدش نمی‌اومده که همینجوری عکسش طی این سالیان معروف بشه. در زمینه بی‌شرافتی سایر بازیگران این فیلم حکومتی هم دست کمی از این ندارند. مثلا مهران رجبی یکی دیگه از بازیگران این فیلمه که دستبوس خامنه‌ای بوده و در همه جلسات خامنه‌ای با دستاندرکاران سینمای ولایی همیشه حضور داره. امیر جعفری بازیگر اصلی فیلم هم یکی از جارچی‌های منفور روحانی بوده که در دوران انتخابات برای روحانی انبوهی آگهی تلویزیونی درست کرد. من به آفتاب سلام دوباره خواهم کرد. و این بار 29 اردیبهشت. جمعه 29 اردیبهشت. تو اغلب میتینگ‌های تبلیغاتی روحانی هم شرکت داشت. چقدر خوبه نه آدم رئیس جمهور بشه این همه جمعیت بگن روحانی. و در جهت تبلیغ شرکت توی انتخابات برای 4 سال اول روحانی هم مالکشی میکرد و تمام مشکلات کشور رو هم به گردن مردم مینداخت. حالت عادیشو وقتی دارم نگاه میکنم میبینم که خب در طول 4 سال گذشته یه خورده این ماشینه تو جاده افتاده داره خوب میره. هواپیمامون داره میاد، قبلا استرس میگرفتیم. آقا انصاف داشته باشیم. دلار بود 1000 تومان، 2 ساعت میشد 1300 تومان، 4 ساعت بعد میشد 1800 تومان. اصلا هیچ کسی هیچ کاری نمیتونست بکنه. بابا الان حداقلش اینه که شب میخوابی صبح بلند میشی دلار یهو نشده 3000 تومان. 3000 تومان بیاد روش. یهو دلار نمیشه. مثلا آدمای تنبلی شدیم و این بر نمیگرده به الان. ما تاریخچمون اینه. یعنی شما از قدیم هم نگاه کنید همیشه رعیت دوست داشته که مثلا یه گونی برنج بیشتر بهش بدن، یه گونی سیب زمینی بهش بیشتر بدن. یعنی یه خورده به خودمون آقا تو تبلیغات تلویزیون نگاه کن. بله، در پایان میشه گفت فیلم نفوذی که توسط سیما فیلم، بنیاد سینمایی فارابی و مهراب فیلم که همشون نهادهای وابسته به حکومت هستند تهیه شده، یک فیلم سفارشی وزارت اطلاعات بوده. اینکه نظام آخوندی به ساختن این فیلم‌های درپیتی علیه مجاهدین نیاز داره چیز عجیبی نیست. اما اون چی که عجیبه اینه که برخی مدعیان مخالفت با حکومت آخوندی به صحنه‌های این فیلم به عنوان اسناد افشاگری علیه مجاهدین استناد می‌کنند. برای حفظ آبرو هم که شده بد نیست که قبل از استفاده از هر سندی آدم مختصری تحقیق کنه. وقتتون بخیر.